همه اینا رو آوردی بیرون. من روزی چند بار اینا رو جمع کنم تا من میرم منو ببین تا من میرم غذا درست میکنم میام همه اینا رو جمع میکنی. اوکی؟ آفرین. الان مثلا اینا رو جمع کردی واسه من؟ اینجوری جمع میکنم؟ آره. اینجا باید جمع کنی. اینا رو باید ببرم تو اتاقش. چرا اینا رو بریزی اینجا بعدم میذاری همینجا؟ دوباره من باید یک سال اینا رو انتقال بدم. مامان باران، انتظار داری یه بچه مفاهیمو مثل آدم بزرگا درک کنه؟ وقتی دستورتو کلی میدی باید هم انتظار یه پاسخ کلی داشته باشی. یه مامان آگاه دستوراتشو دقیق و جزئی و ریز بریز به کودکش میگه. دوباره بریم؟ باران خانم ماما اینا رو ببین. اینا جاشون اینجا نیست. جاشون تو اتاق خوشگلته. باشه ماما. عروسک ها رو ببر بذار رو میزت. اسباب بازی هم بذار تو کمد. باشه ماما. دوست دارم.